سلام علیکم. من غنی و محبوبه با همین همراهی دخترم مثال ما درمند شدم مثال اوهن میکنیم هدیر بعدیر رمی سنگو در جای خنکی در جای نمی اوهن میفروشیم خیلی روز منمی بریم. من شما خواهش میکنم بچه جانو برادرو شما خواهش میکنم که مثال زمستان اومده سر خنکی اومده مرا کم در دست یاری درست کنین یاردم کنین که مثال صاحب یک از کپه بشم مرقلا مثال جا و پا نداریم خنکی اومده چکو میکنیم کسل من شدم درمند شدم جگرم کسل گرده همه روده پاره من تیزم چشمم خیره بچم دیگه چکو کدم میتونم تنم پاک الهی بزرگ جانم که هزار با شکر خداوند من مثال به همه کمک احتیاج دارم مثال دل کسی بسوزه دست یاری درست کنه خطی همین کودککا در میدان زدیر نبونم در زمستان خنک بچه جانم کسی دستی مرا میگیره مثال خدا برکتش بده در همه دنیا درزه خورش نکنه خداوند عمر درازش بده دستی کم نبینه همیشه خشم خرسند باشه مثال هزار رحمت مثال به پدر مادری همه آدمایی که مثال مرا گوش میکنن مرا دست یاری میکنن خدا برکت چون تا 100 سالتون کنه برادرم این خداوند تن صحت وقت خش دلی بیغمتون بده کار خوب میشوه بیرون دا نمونن اینجا постоянно свет نیست خولا میکشن свет اینجا آدم نه از سویت بسیار وقت نیسته که آدم سویت داشته دو ترانسفورماتر نداره هیچ کس سویت نمیته بعد اینجا اومدن و بچه کلوب اومدن اینجا کابل خریدن و من همیشه گذروندن از اون بوشه گونه یک تاید گشت در رو بردم جا این کوله چسباند خیر در نداشته بود جا هوی بدک یک در این کوله شکستگی بود شبی دروز میترسیم ای سگو میومدن نمیشته شبی دروز میبیدی که گوه سگه همینجا اومد در میسه در نداره اینجا اپا او در نداشته بود در شکستگی داشته بود این کوله در نداره شما قشی از زندگی میکنین اپالیون؟ همجا 3-4 موشه زندگی میکنیم این گرمی 3-4 موشه که همجا زندگی میکنیم 3-4 رنشین و 3-4 موشه زندگی میکنیم خیلی که گرمی رو در هست میگذرونی بچه این خنکی زمستون به حد همین شمال شروع بوده به حد خنکی زمستون اینجا اولا کوخ چون خنک زدگی این گردوش پریستو میتن پاوشون درد میکنه کدومیش کلونه خواه؟ ایش صنف 9 باید بخونم ایش صنف 5 خیلی شکر همین اینترنت کلوب نمیخونم اینترنتی وقت 1 سال خوندن بازی نخونده استید درس نخونده استید میروان شکرونه اولی درس میروان مکتب 5 میروان هزار بشکر هر سر درس به پرگور میروان خوندن دعوت دارن خوندن دوست میدارن با پیش ایجا کجا دادن خلا کجا دادن پیش ایجا همو اول خدمت شوهر در چورو میکرد مور سر منکرم ندادن از او کشیده اومدیم اول همیجا اومد استرک یک خونه چای دیگه بود چپه شده ای طور سرمون او چکی هیچ که درک نداشته بودم مثل ما هم نمیفهمیدم انا کجا برم کجا مراجعت کنم اینم خیلی همه ایفی را همه در روی کنه مقصد بسیارتر آدم بینه همه خالای دستگیری کنن قطعی فرزنداش یک خواهش از شما همه پریمو ایفی را همه پد پیش پستون در روی کنه این کودکو بچم به حد عذاب کشیدن وقتی خدمت پدرشون مرد خونه بنو میخدمونه بعد زدن سرمون کرده برم دیگر همی کوچه با کوچه و میسول کوارته با کوارته عذاب کشیدیم دایمو میگن کودکو که چی به بدنی آوردیم او را یک عذاب کشیدیم بعد دایی میگفتم که خیلی شکرانه که نصیب باشه انشالله ای خدای طولو امیده انشالله یکان روز میشیم توقت کنین شکرانه کنین کودکا دایم زیق بدن میگریستن در خنکی ها جای میشید که جای خونه میفتیم مثل تو نگون قشلقو کرده میرفتیم مثل یک بودرین چینه خیرموچینه میرفتیم به شهر رسیدن در با نمیرد در یخ میکنیم با تومشون میفتیم میومیم به کوارتیر مونه این با در همون خرگان در همون جده کوارتیر خنک سکلادوی طورش بلند همون جده با یا در اینترنت خیدم همون جا خنکم زد پلتا سخکگه گرم نمیشه هم خیلی عذاب کشتیم که زیق نشان خواهد جانی نخواهیم اومدیم
дастгиритон мекунем, видео мекунем, мепартоем, ягонта карта мемонем. Иншолло ҳастанд одамое ки ёрдам дилшон месӯза, ёрдам мекунанд. Бисёри одамо моя ҳамин роли ки шумоя роӣ карданд ки ёрдам кунем. Ина мо омадем. Зиқ нашавем холаҷон, ҳамаш нағз мешавад. сумочка там надо набить. Io am suim la nu să vedem la mine când de ceva. Mada. Najem zapsala.